کنگورو. این حیوان عجایب را شما خوب می‌دانید. او دو پای پرقوت و کلان و چالاک، دو دست کوتاه و خرد دارد و سرش به مثال سر آهو بره بوده. با پایهای عقیبش جهیده جهیده راه می رود. در شکمش خلطه دارد که بچه‌اش را در آن تا کلان شدنش برداشته می گردد. در جهان 50 نمود کنگوروها موجود است که آنها را عالمان به 3 گروه جدا می کنند. گروه کنگوروهای میده مشبشره که حجما خرد هستند و افتشان به موش مانند. گروه کنگوروهای میان قد و سبه و گروه کنگوروهای بزرگ جثه که خیلی جثه بزرگ و بدهیبت دارند. نگفته نماند که صورت کنگوروهای بزرگ گرب استرالیا را زیب می دهد. در بین کنگوروهای بزرگ جثه، کنگوروی خاکستر رنگ از همه کلان بوده، بلندی قدش تا 3 متر می رسد. کنگوروهای زرد رنگ کمی خردتر از خاکستر رنگ ها هستند و آنها کنگوروهای دوست داشته ساکنان استرالیا می باشند. ولرو کنگوروی کوهی است. پایهای این کنگورو کوتاه‌تر از دیگر نمود کنگوروها بوده، در قد و بست هم خردتر است. کنگورو حیوان عظیم جثه بوده، موشک‌های بدنش باکسیرها را به خاطر می‌آورد. عجایبات آن است که کنگورو مادر با وجود جثه کلان داشتن، بچه خردک که به دنیا می‌آورد که همگی 25 میلیمتر قد دارد و برابری دانه لوبیا است. کنگوروی نوزاد در خلطه کنگورو مادر کلان می شود. کنگوروهای نر خلطه ندارند. در داخل خلطه کنگورو پستانهای کنگورو جایگیر شده. کنگوروی چه‌های نوزاد تا کلان شدن آنها را می مکند. کنگوروی نوزاد بی پشم و ناتوان به دنیا می آید و اگر از روی نااحتیاطی ناخواست از خلطه مادرش به زمین افتد، امکانیت دوباره به خلطه برگشتن را ندارد. او هلاک می شود. در خلطه مادر کنگوروچه های نوزاد از 6 تا 8 ماه پرورش می یابند. کنگورو حیوان علفخور است. در گرمای روز کنگوروها در سایه ها می خوابند و بیگاه روز و شبانه در سلقینی های هوا بچه را می برآیند. کنگورو حیوان پرطاقت است و تا 1 ماه به آب می تواند زندگی کند. سیاح مشهور کاپیتان جیمز کوک وقتی که بار اول کنگورو را دید، بچه کنگورو سرش را از خلطه مادرش بیرون کرده بود و جیمز کوک فکر کرد که کنگورو این حیوانی است که 2 کله دارد. مکان زیست کنگوروها استرالیا، تسمانیا و پاپوای گوینه نو است. در استرالیا کنگوروها را خیلی زیاد دچار شدن ممکن است. 1 ضربه کنگورو 1 انسان را به مرگ برده می رساند. هنگام ضربه زدن کنگورو به دم پرقوتش تکیه کرده می جهد. کنگوروی کلان زرد رنگ در یک جهش به 3 متر بلندی و 8 متر درازی می جهد. کنگورو به مسافه 60 کیلومتر ساعت می دود. بچه کنگورو پیشاب و دیگر حاجتش را در داخل خلطه مادرش انجام می دهد و همین که خلطه
کمی پر شد، کینگورو آن را با زبانش تازه می کند. کینگوروها گروه گروه تا 10 نفر یک جای زندگی می کنند. در استرالیا گوشت کینگورو نرخ بلند دارد و در رستوران و آشخانه ها غذای نوع اعلی به شمار می رود. کینگوروها در حقیقت حیوانهای عجیبی هستند که با دیدنشان انسان به حیرت می افتد، خاصه انسانی که بار اول این حیوانها را واخورده باشد.